سلام به همه عشق گجت بازا و عاشقای صدا. من منصور هستم و امروز اومدیم تو بروسکالا با یه ویدیو دیگه از دوتا خفنی که اینجا داریم. سلام، من پریسا هستم. خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه با ما. امروز ما اومدیم راجع به دوتا از اسپیکرهای خوب هارمن صحبت کنیم. دوتا شاهکار داریم اینجا، اورا استودیو 4 و 5 که شکل گنبدیشون از ساندستیک الهام گرفته شده و توی موزه هنرهای مدرن نیویورک نگهداری میشن. بریم ببینیم چی میشه. خب حالا بریم ببینیم که اصلا اورا استودیو 4 که یه بمب تو بازار ایران بود و ترکید و همه تقریبا میشه گفت عاشقش شدن، با نسخه 5 چه تفاوتی داره؟ یه فیس لیفت فقط اومده اجرا کرده یا اینکه تو مهندسیش هم تغییر کرده و آکوستیک خاص خودشو داره؟ به هر حال تو این ویدیو میخوایم واسهتون بررسی کنیم، همراهمون باشید. فقط لطفا از وبسایت خودمون beruskalabayou.com خرید انجام. راست این ویدیو رو بعد از 3 ماه قطعی اینترنت میگیریم. الان فعلا اینترنت نصف نیمه وصله و نمیدونیم که دوباره قطع میشه یا نه. طبیعتا باید بشه. ولی به هر حال پرقدرت میریم جلو ببینیم که چی در انتظار. به امید روزای خوب. حمایت کنید، ویدیو رو واسه دوستاتون بفرستید. بریم که ویدیو رو ببینیم. تو این قسمت بریم با هم دیگه طراحی و ابعاد وزن این دو تا اسپیکر مقایسه کنیم. اورا استودیو 4 و 5. طراحیشون خیلی شبیه به همه، فقط اگر از زاویه دور بخوایم نگاه کنیم یه طراحی گردتر و کوتاه‌تری داره اورا 4. ابعادش 28 تقریبا در 23 سانتی متره و یه تفاوتی که طراحی داخلیش با اورا 5 داره اینه که اورا 4 توش تقریبا 324 تا حالت الماسی شکل داره که وقتی روشن میشه نور از توش تابیده میشه. یه حالت پرزرق و برق و لوکس‌تری داره، ولی اورا 5 اینجوری نیست. اما بریم اورا استودیو 5 رو با هم ببینیم. نسبت به اورا استودیو 4 یه مقدار از نظر قدی بلندتر شده و داخلش هم از اون کریستالایی که حالا خیلی پرزرق و برق بود خبری نیست. به عبارتی میشه گفت طراحیش کمی حالا مدرن‌تر و مینیمال‌تر شده. از نظر وزنی ولی تغییر کرده. وزن نسخه 4 3.6 کیلوگرم بوده ولی وزن نسخه 5 به 4.2 کیلوگرم رسیده. اما این افزایش وزن به خاطر کیفیت قطعاتیه که روی اورا استودیو 5 کار شده. بریم تو این قسمت با هم دیگه پورت‌ها اتصال و دکمه‌ها رو ببینیم. اولین ایرادی که به اورا استودیو 4 گرفته میشه نسخه بلوتوث 4.2 بود که از حالا پروفایل‌های قدیمی هم پشتیبانی میکرد و اینکه هم مصرف انرژی بالاتری داشت و همین که پایداری کمتر. ولی تو نسخه اورا استودیو 5 این قضیه تغییر کرده. نسخه بلوتوث به 5.4 رسیده که علاوه بر این که مصرف انرژی کمتری داره، پایداریش هم خیلی خیلی بیشتر شده. ولی هارمن همچنان هم وای فای اضافه نکرده به این اسپیکر و برای اینکه موسیقی بدون افت کیفیت داشته باشین همچنان جک 3.5 میلیمتری بهترین انتخابتونه که توی کارتوناش هم جک 3.5 یا کابل AUX نذاشته و شما نمیتونین موسیقی وایرلس پخش کنین بدون افت کیفیت. البته خب تو نسخه 5 آوراکست اضافه شده که خود آوراکست میتونید اسپیکرهای حالا سری هارمن کاردن یا اسپیکرهایی که از این تکنولوژی پشتیبانی میکنن رو به همدیگه متصل کنید. ولی تو 4 خبری از این قضیه نیست. بریم با هم دیگه مشخصات سخت افزاری اورا استودیو 4 رو اول از همه ببینیم. 6 تا درایور 40 میلیمتری برای فرکانس‌های میانی و بالا، به علاوه یک سابوفر 130 میلیمتری معادل 5.1 اینچ. توان کلی خروجی این اسپیکر 130 وات که 2 تا 15 وات برای میدرنج ها و 100 وات هم برای سابوفرها با بازه فرکانسی 45 تا 20 کیلوهرتز. توی اورا 5 هارمن شاهکار کرده. علاوه بر تمام گزینه‌های خوبی که اورا 4 داشت و منصور راجبش صحبت کرد، یعنی تمام اون 6 تا درایور 40 میلیمتری، هارمن توی اورا 5 اومده یه دونه توییتر اختصاصی 25 میلیمتری طراحی کرده که صداهای ریز و خیلی بهتر و با کیفیت‌تر براتون پخش کنه و سابوفرش هم رسیده به 143 میلیمتر. این یعنی اینکه توان خروجی نسل 5 به حدود 160 وات افزایش پیدا کرده که 100 واتش فقط به خاطر سابوفرشه. تازه دامنه فرکانسیش هم از 40 هرتز شروع میشه که 5 هرتز عمیق‌تر از نسل قبله، یعنی اینکه 5 هرتز پایین‌تر و عمیق‌تر و لرزاننده‌تر از نسل قبلیه. تازه به خاطر توییتر جدیدی هم که روش کار شده صدای خواننده توی ولوم‌های بالا گم نمیشه، با وجود بهتری براتون پخش میشه. خب بریم که اتصال هارمن کاردن اورا استودیو 5 رو داشته باشیم. اول از همه از اپلیکیشن هارمن کاردن وان پشتیبانی میکنه. فقط لازم وارد پلی استور یا اپ استور بشین و گزینه دانلود رو بزنید. صبر میکنیم که دانلودش انجام بشه. خب وقتی که دانلودش تموم شه صبر میکنیم نصب بشه. خب گزینه اوپن رو میزنیم، قسمت قوانین رو اکسپت میکنیم، گت استارت رو میزنیم، دسترسی میخواد ازمون، دسترسی ها رو بهش میدیم تا بتونیم به اپلیکیشن متصل شیم. گزینه کانکت رو میزنیم. اورا استودیو 5 خودش شناسایی کرد و به همین سرعت کانکت شد. داره سری آموزش بهمون میده. اینجا میتونیم آموزش‌ها رو داشته باشیم. میگه دکمه ولوم بالا رو بزنین. من اینجا دکمه ولوم بالا رو میزنم، تیک زد و همینطور که میبینید به اپلیکیشن هارمن کاردن متصل شدیم و حالا امکاناتی که واسه اورا استودیو 5 توی اپلیکیشنمون داریم. حالت‌های مختلف نوری رو میتونیم اول از همه تغییر بدیم. چقدر باحال.
مودو میتونیم تغییر بدیم، میتونیم رنگو به صورت دستی اینجا تغییر بدیم یا ریست کنیم. مقدار روشنایی رو میتونیم به همین شکل تغییر بدیم. سرعت و اکولایزر رو میتونیم، اکولایزر که میخوایم به سلیقه خودمون حالا شخصی سازی کنیم و حالا قسمت‌های مثل پروداکت ستینگ. در کل خیلی مثلا امکانات گسترده رو اپش نداره، ولی یه اپ میتونم بگم که خیلی کارآمد و اوکی و یکی از برتری‌های آورا استودیوی 5 نسبت به 4. خب میریم هارمن رو باز میکنیم که متصل شیم، ولی هارمن رو پیدا نمیکنه چون که همونطور که میبینین آورا استودیو 4 اپ ساپورت نیست. مجبوریم دستی روشنش کنیم. من طرحش رو دوست دارم. خب الان میتونیم وارد بلوتوث دستگاهمون بشیم و اتصال. اگه بخوام دکمه‌های آورا استودیو 5 رو بهتون نشون بدم، به ترتیب می‌تونیم دکمه ولوم بالا، دکمه ولوم پایین، دکمه خاموش و روشن کردن نور و دکمه تغییر حالت نورپردازی و بلوتوث داشته باشیم. قسمت پشتی هم دقیقاً میتونیم پورت پاور، آی و تایپ سی رو داشته باشیم. البته تایپ سی واسه پخش کردن موسیقی نیست و فکر می‌کنم فقط یه سری از نسخه‌های آمریکا قابلیت اینو دارن که بتونن از طریق تایپ سی موسیقی رو پخش کنن. خب اگه من از راست تا چپ بخوام دکمه‌های آورا 4 رو براتون بشمارم، دکمه خاموش و روشن کردن یا تغییر تنظیمات نوره، دکمه بعدی هم همچنان تغییر رنگ نوره و دکمه ولوم زیاد، ولوم کم، بلوتوث و پاوره. اما توی آورا 4 ما پورت تایپ سی نداریم و فقط پورت پاور داریم و جک اسنمانی. رسیدیم اصلی ترین بخش ماجرا، تست صداهای هر دو تاشون که خب طبیعتا ما تست کردیم و موسیقی رو شنیدیم، اما اینجا به خاطر کپی رایت مجبوریم موسیقی‌های دیگه ای رو پخش کنیم. بریم تست کنیم حالا یه سری چند تا سبک مختلف رو ببینیم، 4 یا 5. بریم اول با 4 شروع کنیم. حالا بریم با 5. فور یا 5 از این سبک پاپ بود اولی گوش داد. اینکه 4 هنوزم حرف واسه گفتن خیلی داره شکی توش نیست، هنوزم خیلی خوب بود، ولی وقتی که پلی شد به نظر من بیسی که 5 داشت کاملا تفاوتش مشهود بود، میشد حسش کرد، چه شنیداری چه حتی وقتی که دستم روی میز بود داشتم لمس میکردم میزو. اصلا خیلی خوب بود وقتی روشن شد، اون حس رو گرفتیم ازش. به نظرم یک طراحی مهندسی خیلی بهتری داشته نسبت به، با اینکه شایدی مثلا تو نگاه اول این حس نشه، ولی وقتی موسیقی رو بیشتر میزنید دقت میکنید تو پاپ که الان رفت جلو، یعنی هم شنیداری هم لمس کردنی. بریم که یه موسیقی کلاسیک رو حالا باش گوش کنیم. صدای زیرشو خیلی خوب پخش میکرد، یه واقعا گوشم داشت سوراخ میشد. خیلی خوب بودا، ولی به نظرم خیلی زیاد داشتی که صدای زیر رو قشنگ واضح پخش میکرد. اکولایزرش تنظیم نبود نه؟ اکولایزر شاید پیش‌فرض بود، یه قسمت‌های ویدیو من اکولایزر رو تغییر دادم یه مقدار، ولی به نظرم شبیه هم بودن. نه به نظر من یکم فرق داشتن. 5 بازم بهتر بود؟ نه 4 بهتر بود؟ به نظر من 4 بهتر بود.
خیلی صدای زیرش تند بود، تیز بود، خیلی تیز منم بود. فکر کنم فور اینجا بهتر بود. ببین صدا واضح پخش میشد ولی خیلی زیاد خیلی وضوح داشت دیگه. به نظر من انقدر تو پخش انقدر وضوح نباید داشت، نمی داشت. خب بریم یه راکو تست کنیم ببینیم. بریم. بریم 5 چون به نظر من اون توییترهاش واقعا عالی کار کرد. اون توییترهاش واقعا محسوسه. یعنی اصلا تفاوت حس می‌کردی واقعا. حالا این ویدیو رو بعداً لرزش گوشی من از دوتا بگیریم چقدر مهندسی شده و قشنگ‌تر و اوکی. ولی خیلی نزدیک به هم بودن. خیلی نزدیک به هم بودن واقعا. ببین اگر مثلا یه شخصی هستی که آورا استودیو 4 داری ارزش رو نداره به 5 تبدیلش کنی، ولی یه شخصی هستی میخوای حاضر بیا آورا استودیو رو بخری یقینا بیا 5 بریم توی این قسمت نورپردازیشو داشته باشیم جایی که 4 کاملا کم میاره. ببین این سبک نورپردازی امضای 4 بود ولی خب حالا این سبک جدیده. 4 یه حالت الماسه توش داشت که یه ذره همچین گوگلی و لوکس بود، ولی 5 یه تفاوتی که داره توش انگار وسطش یه دونه پروژکشن داره، یه حالت هولوگرافی داره توش وقتی از بیرون نگاه میکنی. البته یه قابلیت دیگه هم داره که حالا منصور میگه. حالا دیگه همون هولوگرافی که پایسو بهش اشاره کرد دقیقاً مثل پروژکتور عمل میکنه و میتونه واسهتون حالتهای مختلف نورپردازی رو داشته باشه و شما نورپردازی مختلف داشته باشید. البته من اینجا حالا یه اسکرین ریکوردم الان سعی میکنم واسهتون بگیرم. وقتی که تو نرم افزار هارمن کاردن میاین باید حتما این قسمت پروژکتور لایتش رو روشن کنید. بعد اینجا میتونید دقیقاً نوع نور رو مشخص کنید. مثلا یعنی حالت اوشنه که خودش در نظر گرفته. میتونید این حالتهای مختلفش اینجا تست کنید که یک عالمه حالت مختلف داره. الان براتون دارم تست میکنم. بعد حتی میتونید دستی این کار رو انجام بدید، رنگ رو تغییر بدید به این حالت. بعد میتونید این حالت تنفسیشو مثلا کم و زیاد کنید و یا اینکه مثلا اسپیدش لو باشه، متوسط باشه، های باشه. حالا من الان مثلا روی این حالت میذارم با این رنگ. چرا اینه؟ حالا اوشه مثلا این قشنگه محیط مثلا اگه تاریک باشه. من نارنجیش هم دوست داشتم، انگار شومینه بود. ولی خب فورو شما باید از روی خود دستگاه این کار رو انجام بدید دیگه. آره یعنی اینجا این اصلا چیز نبود، چه نورش روشن کاربرپسند نبود. مثلا این حالت نور داره اینجا، میتونید دقیقاً این حالت نورش رو تغییر بدید. ببین در کل باز شیکه، بازم تو نسل خودش واقعا میشه گفت خیلی خفنه. آقا الان هرچند که شما دقیقاً روی این دستگاه هم میتونید روی 5 هم این کار رو انجام بدید. حالت این که الان پروژکتور به صورت دستی خاموش روشن میکنه، دقیقاً کاری که رو اپلیکیشن انجام داد. اینم که دقیقاً نور رو خاموش روشن میکنه و اینم دکمه ولومه که دقیقاً میتونید فرمانهای مختلف رو روی اسپیکر داشته باشید. یه قابلیتی که داره زمانی که هم موسیقی پخش میکنید رنگ خودش تغییر میده. بریم که راجع
راجع به منبع تغذیه و میکروفونش صحبت کنیم. اگه بخوام راجع به منبع تغذیهش بگم، کاملا به برق متصل میشه، شارژی نیست، باتری نداره، نمیتونید حملش کنید و اینکه حالا برقی که میتونید استفاده کنید 240 تا 100 ولت حالا AC. در رابطه با میکروفونم میکروفون نداره متاسفانه و اینکه شما نمیتونید باهاش تماسی باهاش داشته باشید. دقیقاً. و یه پورت تایپ C که پشت حالا آورا استودیو 5 تو نسخه خاورمیانه قابلیت اینو نداره که بتونید فلش متصل کنید. فکر کنم نسخه آمریکا قابلیت اینو داشته باشه، ولی فقط واسه آپدیت و حالا مباحث مرتبط با سرویس‌های شرکت استفاده میشه. یعنی به هیچ عنوان اسپیکر پورتاب نیست، کاملا یه اسپیکر حالا خونگی یا در محل کارتون میتونه باشه. خب بریم یه جنبندی کلی داشته باشیم. از طراحی شروع کنیم. من هنوز طراحی فور بیشتر دوست دارم. یه حالت گردتری داره، این یه ذره تخم مرغی تره، بیزی تره. آره، یه مقدار بلندتره، بعد سنگین تره. البته خب وزنش یه جایی به کار میاد، ولی خب این سبک‌تره. ولی به نظر من حالت الماسی فور هنوز اون کلاسیک خودش رو حفظ کرده. هنوز واقعا خیلی قشنگه. یعنی من شاید واسه محیط کارم از نظر طراحی فور رو بیشتر بپسندم. حالا اگه بریم راجع به نورپردازیش صحبت کنیم، یه قسمت مهمیه تو این اسپیکر. نورپردازیش خب طبیعتا 5 بهتر بود، چون حالا آپشن‌های بیشتری داشت، با از طریق اپ کنترل میشد، ولی فور این اپلیکیشن رو نداشت، از طریق اپ کنترل نمیشد. بعد همش باید با همون دکمه‌هایی که روی خود دستگاه هست کار کنی که به نظر من سخته، اذیت کننده است، جالب نیست. پروژکتور هم نداشت فور. بعد توی محیط خاموش حالا به یه شیوه کارا بنداز یه رقص نور کوچیکی داره، چه حالا واسه ریلکس کردن، چه حالا واسه مهمونی یا هر چیز دیگه. ولی 5 تو این زمینه خیلی بهتره. تو بخش اپلیکیشن هم که خب میتونیم بگیم که فقط 5 پشتیبانی میکنه و اون اتصال چنگانه اسپیکرها به هم توی 5 میتونیم داشته باشیم. یعنی اگه اون قیمت بالاتری که دارید پرداخت میکنید بابت این امکاناته. حالا توی صدا و اون تست موسیقی که انجام دادیم، توی تمام تستایی که کردیم به نظر من 5 خیلی بهتر بود، به جز یه مورد که توی ویدیو گفتم. به نظر من اون وضوح خیلی زیادش روی صدای زیر اذیت کننده بود، ولی توی تمام موارد به نظر 5 همچنان خیلی بهتر بود. البته ممکنه با تنظیم اکولایزر مشکل برطرف شه. منم تو تمام موسیقی‌ها اون 5 رو بیشتر قبول داشتم. و اینکه یه مسئله که هست، تو ضعفای این دوتا هیچ کدوم میکروفون ندارن. به هر حال شاید یه جایی به درد بخوره میکروفون. باتری هم ندارن به نظر من، با اینکه خونگی طراحی شدن، ولی خب باتری خیلی واجبه. آره، ولی خب جزو لاینی از هارمن کاردن بود که اصلا واسه باتری طراحی نشده، ولی میتونست باتری داشته باشه. حالا مثلا تو اون بحث میشه اونیکس استادیو 9 مثلا، ولی میتونست باتری داشته باشه. حالا شاید تو بیس هم میتونم بگم که طبیعتا 5 خیلی بهتر بود. بعد اون مهندسیش هم واقعا خیلی بهتر بود، ضربه زدن و اینا. در کل اگر بخواید این دستگاه رو تازه خریداری کنید، با اختلاف قیمت مهم نباشه، چون 130 وات بود 160 وات بود. درسته. شما قدرت بالاتری دارید، نورپردازی بهتری دارید، پشتیبانی از اپلیکیشن دارید، یه درگاه تایپ سی حالا واسه اون سرویس ها و شارژ و اینا اضافه شده و حالا تو بیس و اینا هم قدرتمندتره. ولی اگر بخوایم قیمت پایینتر هزینه کنید، واقعا هنوز خودش یه شاهکاریه بین اسپیکرهایی که حالا تو این رنج قیمت هست. به نظرم اگرم داریم میتونید صبر کنید تا ورژن بعدی بیاد، بعد بخواید آپدیتش کنید. اونقدر خیلی واجب نبود در فروشش. ممنون دیگه ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. واسه ویدیوها خیلی زحمت میکشیم. حمایت کنید، لایک، کامنت، اشتراک گذاری ویدیو واسه دوستاتون و اگر سوالی هم دارید کجا بپرسن؟ توی کامنت های اینستاگرام از ما بپرسید. برای حمایت از ما لطفاً محصول از وبسایت خودمون بروزکالابایو.com خرید. مرسی.